سلام. امروز میخوام در مورد این سنگ صحبت کنم که تو نگاه اول یه سنگ معمولی هستش، ولی وقتی که این لایه های سفید، آبی و مشکی شکافته میشه همچین سنگ زیبایی ازش استخراج میشه. این سنگ زیبا اسمش اوپال هستش که از یک کلمه سانسکریت هست به معنای اوپالا. در کشورهای زیادی اوپال پیدا میشه. گرونترین اوپال دنیا اوپال استرالیا هستش. کلا اوپال سنگ ملی نماد استرالیا هستش و بعد از اوپال استرالیا اوپال اتیوپی هستش که جزو یکی از گرونترین اوپال‌های دنیا محسوب میشه و بعد از اتیوپی مکزیک که معمولاً اوپال‌های با رنگ آتشین گرم و نارنجی داره و بعد کشور برزیل، آمریکا توی صحرای نوادا، چکسلواکی کشورهایی هستن که یک مقدار کمی از اوپال دارن. گرونترین اوپال دنیا اوپال لایت اند ریچ هستش که حالا من ندارم اینجا. معمولاً قیمتاشون صدها هزار دلار فروخته میشه که تونالیته های مشکی و قرمز بسیار گرمی داره. اوپال نوع قیمت گذاریش بستگی به یه سری مواردی داره. در کل وقتی که سنگ اوپال رو استخراج میکنن، اگر قطر سنگ اوپال جوری باشه که بتونن از توش یه نگینی در بیارن مثل این اوپال استرالیا، به این اوپال میگن سالید اوپال که سالید اوپال هیچ لایه اضافی نداره و به قول معروف یک تکه جواهر هست، یک تکه سنگ هستش. و بعضی از اوپال ها وقتی که استخراج میشن لایه رویشون به قدری نازک هستش که معمولا میان یه لایه اضافی معمولا به رنگ سیاه بهش اضافه میکنن که بهش دابلت میگن، که معمولا این لایه سیاه از سنگ‌های دیگه مثل آهن یا کوارتز هستش. قیمت کمتری نسبت به سالید اوپال داره. و در آخر تریپلت اوپال هستش که حالا من به صورت خامش رو نداشتم، روی انگشتر سوار کرده بودم که میبینید یه لایه ظریفی روش هستش و بعد اوپال قرار گرفته و اون لایه‌ای که اوپال قرار گرفته به خاطر اینکه خیلی نازک هست یه لایه دیگه، یه لایه شفافی در قسمت بالاش میریزن که بهش میگن تریپلت، یعنی از 3 تا لایه تشکیل شده. قیمت و نحوه قیمت گذاری اوپال ها به چند تا عامل بستگی داره. اولا که ما بدونیم اوپال سالید هست، دابلت هست یا تریپلت هستش و بعدی اوپال هایی هستش که ضخامت بیشتری داره، یعنی قطر سنگ، سایز سنگ بزرگتر هستش. و بعد الگوهای رنگی، یعنی شما چه نوع الگوهای رنگی توی این اوپال میبینید؟ مثلا مثل این چه رنگ هایی داخل این اوپال میبینید؟ این خیلی تاثیر داره. و بعد در آخر اندازه و ضخامتش، یعنی اوپالی که من دارم چه سایز و چه ضخامتی داره. اینا همشون تاثیر داره توی قیمت سنگ اوپال. سنگ های اوپالی که به این صورت هستن که میبینید خیلی فرق میکنه با سنگ‌های اوپال استرالیا، ولی همون تونالیته‌های رنگی زیبا رو داخلش میتونید مشاهده کنید. معمولا اوپال‌های استرالیا اوپال‌های اتیوپی هستن که حالا اینجا به اسم افریکن اوپال شناخته میشن که میبینید تونالیته‌های رنگی قشنگی دارن ولی حالت شیری رنگ هستن. اوپال رو شما میتونید سنگش رو تو هر تونالیته رنگی که مد نظرتونه سفارش بدین و بعد من با کمال میل سنگای اوپالتون رو روی پایه های نقره طلا براتون سوار میکنم و همچین کار زیبا و قشنگی میتونم براتون آماده بکنم. هر سوالی که در مورد اوپال داشتیم و یا هر رنگ و طرح اوپالی که مد نظرتون هست خوشحال میشم که پاسخگو باشم.